چه میشد که یقلن می فکندی جانا نظر با گوشه چشمی سیاهی اگر بینم تو را در رو برایم نمیدانم که از شادی چی گویم برقص آید دلم از شب به وصلم نفس پیچیدم آمد در گلویم برقص آید دلم از شب به وصلم جانا نفس پیچیدم آمد در گلویم همیشه همراه چند سایه باشم نخواهم دوره و همسایه باشم اگر باشد علاجش خوب می بوده جانم که شیرین با تو من یک جای باشم اگر باشد علاجش خوب می بوده جانم که شیرین با تو من یک جای باشم که شیرین با تو من یک جای باشم سلام عزیزان. بله این شام ما هم همسایه شما خواهیم بود. هم نشین، هم صحبت، هم قسمت، هم نوا و همساز و دمساز شما خواهیم گشت و آن سروده که همین حالا شما گوش کردید با نام همسایه باشم که از جانب هنرمند خلقی تاجیکستان امرالدین کبیر منظوری شما گردید، یکی از سرودهای بی‌زوال جانبخش و روحنواز مرد هنر که به واسطه افتخار میکنیم از داشتنش در صحیفه های تاریخ هنرپیشه خلقی تاجیکستان ظفر ناظم می باشد. استاد خوش آمدید. چون آغاز برنامه است درباره سبک به خود خاص استاد قصه بکنیم. عموما گیریم زیاده از 100 سروده که استاد ظفر ناظم ایجاد کردند واقعا بی‌زوالند و مردم دو نسل یعنی تا دوران صاحب استقلالی و پسان آن را گوش کردند. در عمق قلب آنها موقع خاصه دارد. طرز پیشنهادش، انتخاب متنش خاصه است، خیلی میدونیم و آواز استاد نیز مخملین بود، خیلی پرقوت بود. بیایید از همین سرود بهترش شروع کنیم، یعنی سرود با نام همسایه باشم. این سرود دوره جوانی همین استاد شادروان ظفر ناظم است. خیلی هم سرود مشهور است. بله. قریب تمام خلق تاجیکستان این سرود میدانند، میخوانند. بله. گفتند که 45 سال پیش این سرود ایجاد شده است. بله. در تاجیکستان 4 مکتبی همین استادا بود. مکتبی اکشری جورایف، مکتبی آدینه حاشیم، مکتبی استاد ظفر ناظم بله. و مکتبی جورابیگ مراد. دیگر تمام هنرمندانی که کار و فعالیت میکردند در دایره همین مکتب بودن. از آن جمله مکتب استاد ظفر ناظم بسیار مکتبی
پرقوت و مکتبی هست که تمام منطقه های تاجیکستان این مکتب قبول کردگی هستند. درست. در همه منطقه های تاجیکستان اعتراف کرده می شود همین سرود ظفر. همه وقت سخن بلند انتخاب میکردند و آهنگ ظفر ناظم همین خیلی آهنگی هست که ویا نه کم کرده می شود نه زیاد. یعنی مکمل است. مکمل است. اگر کمتر زحم کنید ویران می شود. بله. یا کم کنید در وی عیان می شود. در بین همه یعنی هنرمندان تاجیکستان یک جای مقام و منزلت مخصوصی خودش داشت که با انا همون یک سیاست و با یک همون جسارت و متانتش تا اخیر عمر مثلا آبرو پیدا کردن، آبرو دریافت کردن آسان است، لکن ویا نگاه داشتن کار به حد دشوار است. ظفر ناظم یک عمر ظفروار زندگی کرد. بله. ظفر ناظم میگویند ظفرمند بود. واقعا مردی استوار بود در قولش، در سخنش و خیلی از مکتبش یاد کردید. باید بگوییم که شاعر خلقی تاجیکستان گلرخسار صفیه همین گونه میگویند که مکتبی غیر اختیاری داشت، یعنی او هیچگاه تلاش نمیکرد برای داشتن مکتب، ولی از سبب آن که خیلی یک مردی جدی بود در کار و به شاگردانش نیز با یک وقار درس میداد، طلب میکرد، از این رو یک مکتب پیدا کرد، بنیاد ساخت که مکتبی بیزوال گردید در آخر. و خود نیز ظفر ناظم در محفل چنین یادرس میشوند، چنین میگویند که صنعتکار تنها پس از گذشتن طولها، یعنی گذشتن سالها معین می شود که تا چه اندازه او صنعتکار است، صنعتکاری اصلی هست، صنعتکاری حرفه‌ای هست، به شرطی که در دل مردم همون سرودهایش ماند، همون کارهایش ماند. و چون شما نیز به واسطه شاگردشان هستید. بله، من هم شاگردش هستم و هم در بسیار محفل ها، در بسیار معرکه ها ما یک جا هنرنمایی کرده هستیم. آواز من بسیار اعتراف میکرد، انتخابی من هم بسیار اخلاصی بزرگ داشتن. اخلاصی بسیار بزرگ داشت. یک روز همراه در ماشین هر دومان رفته ایستادیم، بعد گفتی اگر همین هنرمندی را، همین آوازخوانی را اگر کسب کردنی باشی، مثلا همون راه و اسلوب خودت باید پیدا کنی. برای که اگر یک عمر سرود ظفر بخوانی، آهنگ ظفر بخوانی، هر کسی که میشنوه میگه این ظفر خوانده است. هیچ وقت به همون مقصد و مرامی که در پیش داری نمیرسی. برای همین هر یک هنرمند باید انا مکتبی خدا، مکتبم که نداشته یک راه و رویه خودش هر یک هنرمند باید داشته باشه. بعد من یک سرود میخواندم، همین دایم بسیار صفت میکرد، بسیار معقولش بود. تو امشب با کدامین راه به استقبال کی رفتی؟ کی دستانی بلور و نرم زیبای ترا بگرفت؟ همین هر وقت که من میدید همون چیزی انتخاب کرد، آهنگش میگو بسیار معقول، بسیار بجا آمده است. یعنی خودتان آهنگ ساز کرده؟ من خودم آهنگ بستگی بدم و این چیزا شنیدگی بود، قبول کردگی بود، بسیار صفت میکرد. در خدمت مردم بود، همه طرف در خدمت مردم بود، بسیار دست به خیر آدم بود. واقعا درست گفتید. باز همین دوستانشون یادآور میشوند، خاطررسان میشوند وقتی نفر مثلا داراییش کمتر باشد و اگر نزد ظفر آید و گوید که من پسرم را میخواهم توی کنم و یا دخترم را به شوهر میدیم ولی دارایی آنقدری ندارم، حتما از دستش میگرفت و میرفت معرکه همون نفر را به خوشی میگذرم. من چندین مرتبه شاهد همین کارها هم بودم. نسبت همون همکاراش بسیار غمخوار بود، سه طلب بود، طلب میکرد از اونا، لیکن احترام داشت، همه وقت در پهلوی اونا بود، همه وقت همون هنرمنده و همون نوازنده و همون کلکتیوی که وی راهبری میکرد دستگیری میکرد اونا را. بله، اینجا خیلی درست گفتید. هنرمند خلقی تاجیکستان باز مستانه ارگش و چنین میگویند وقتی به کار با همراهی نگینه روپا و می آمدیم با یک آواز مخملین خود، مرغوله‌دار خود، جان شه خواهرکای شیرین،
همین گونه میگفت و ما روزی دراز با تب والده کار میکردیم، سرود میخواندیم میگویند. و 2 سال پیش ما در حق استاد یک سرود نو، یک سرود خیلی خوب تالیف کرده اید. بله شنیدیم. می شود که حالا قرائت کنیم. عثمان بلالی شاعر، یک شاعر همراه ما همکاری‌های زیاد داریم موقتی، یک شعر ایجاد کرد. اندلبی سازمانی رخت بست از این چمن، گشت خالی به نوایش بلبلستان وطن. نبض او در نبض تاری پیروانش می تپد، تا ابد باشد سرودش زیب هر یک انجمن. جاودانی ساز و آهن گی ظفر آید به گوش، از نسیمی کوهسار و موج رود پرخروش. زندگی دوام داره و تا وقتی گمان میکنم این زندگی است، سرود ظفر، آواز ظفر جاودانه است. بله، باور داریم که با ایجاد این سرود شما توانستید خاطر هر یک مخلص ظفر ناظم را شاد گردانید، اخلاص آن نفران را نیز به دست بیارید. زنده باشید، سلامت باشید. و باز در کلوار کدام سرود است؟ امشب به قصه دل من گوش میکنید. مرحبا. شب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا که قصه فراموش میکنی. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا که قصه فراموش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش گیرمت، ای ماه ما که دست در آغوش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش گیرمت، ای ماه با که دست در آغوش میکنی. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چه قصه فراموش میکنی. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چه قصه فراموش میکنی. جوش میزند به دل عاشقان ببین، یاده اگر زخونی سیاوش میکنی. می جوش میزند به دل عاشقان ببین، یاده اگر زخونی سیاوش میکنی. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا که قصه فراموش میکنی. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا که قصه فراموش میکنی. جهان ز خون دل عاشقان پرست، حرمت نگاه دار اگر گوش میکنی. جام جهان ز خون دل عاشقان پرست، حرمت نگاه دار
به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چه قصه فراموش میکنی امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چه قصه فراموش میکنی گوش میکنی سخن خوش بگویمت بهتر ز گوهری که تو در گوش میکنی گر گوش میکنی سخن خوش بگویمت بهتر ز گوهری که تو بر گوش میکنی امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چه قصه فراموش میکنی امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چه قصه فراموش میکنی فردا مرا چه قصه فراموش میکنی خیلی میدونیم استاد یک حیاتی پرتقیان داشتن. بله. گه ساکت بود، گه طوفان داشت، گه شب، گه فرازها. و در برابر این همه درد آشنایی هنگام سرود خواندن کسی از درد استاد ظفر ناظم پی نمی برد. ولی از متن‌هایی که این نفر سرود می‌خواندن این را احساس کردن ممکن بود. در برابر همین گونه سرودها انا همین سرود نیز یک موقع خاص دارد، جایگاهی خود را دارد. چه خاطرات دارد از این سرود؟ هر فرد در این جهان مقامی دارد، یک مقام و منزلتی خاصه داشت استاد شادروان ظفری ناظم. مثلا یک سرودی را میخوانه من امان قاب کوهی و فضای کوهساران بنهاد سینه ام را با هوای باد و باران. در این غزل، در این سرود که به قلم پیرانقل ستاری تعلق داره این در تاجیکستان انا همون عقاب خود همین ظفر بود. در فضای تاجیکستان بیرون از آن دایم در پرواز بود. چی در بیرون چی در داخل در همه جا آواز ویا اسلوب ویا مردم قبول میکرد ویا مردم احترام میکرد. میشود نام هنرمند پس از مرگ بلند دانه سرسبز نشد تا به ته خاک نرفت. اینا اونقدر کار زیاد کردن، اونقدر در فرهنگ تاجیک در صنعت تاجیک فقط زم کردن. کم نکردن در حیات فقط برای خلق، برای همین مردم، برای تاجیکستان در کدام ساحه‌ای که نباشد استاد ظفر ناظم یک سرودی دارد. یک سرودی خواندگی است. در وصف وطن است، در وصف نارک است، در وصف طبیعت است، در همه در وصف مادر این چنین سرودی بسیار زیبا دارم. بهترین سخن‌ها را انتخاب کرده، بهترین غزل‌ها را پیدا کرده، آهنگ مانده با گوشرس مردم کردگی است که هر یک سرود ظفر در دل هر یک شهروندی تاجیکستان، هر یک فرد تاجیک در قلب ها جا گرفته است. سرود وی. بله، یعنی تقدیر هر یک نفر را گویا قسمت هر یک نفر را سرود کرده سرایده‌اند. بله. هر کس میتواند از این سرودها یک به خود درد یابد که در زندگی شاید دیده است. بله. من از یک سرود میخوانم به قلم بازار صابر تعلق داره. آهنگ همون ظفر است. روی برو دلم را پر کرده ام ز هر باب چون جامدان کمپیر از جامعه کفن باب. همینه به سهم مردم برسانم. و این سرود یک قصه عجیب هم دارد. بعد از آنی که همین سرود را استاد ظفر ناظم میسرایند، باز یک آوازخوان دیگری میگوید که مثلا این سرود را کمی غلط خوانده، یعنی این گونه نیو باید این خیل باشد. استاد ظفر در همین بحث های زیاد شدگی بود. بعد استاد ظفر دو وریانت خواندگی هست. با پنجه فشرده من آمدم به دنیا، با پنجه فشرده من میروم زی دنیا و دیومش من میروم نمورده. و شما با کدام وریانت خواندید؟ با هر دوش. هر دوش. بله. خیلی که استاد خواندگی من هم خیلی میخوام.
برو دلم را پر کردم زخر با روی برو دلم را پر کردم زخر با چون جامدان کمپیر از جامعه کفن با چون جامدان کمپیر از جامعه کفن با بیهوده من دویدم دریا و جو گرفتم بیهوده من دویدم دریا و جو گرفتم گل ماهی را دگرها از آب رو گرفتم گل ماهی را دگرها از آب رو گرفتم فن که زندگان است صد فن بود در فن یعنی که خال خال هست مانند سایه روشن من تگمه صدایم در پشت در تنگ من تگمه صدایم در پشت در تنگ هر قدر می فشارن آن قدر می زنم زن هر قدر می فشارن آن قدر می زنم زن هر سطر دفتری من چون نور می رود را هر سطر دفتری من چون نور می رود را گه دانمی کشاند گه تو دمی کند تو گه دانمی کشاند گه تو دمی کند تو هر کور می تواند نام مرا کند کور هر کور می تواند نام مرا کند کور در روی ره فتاده است امروز خانه مور در روی ره فتاده است امروز خانه مور با پنجه فشرده من آمدم به دنیا با پنجه فشرده من آمدم به دنیا با پنجه فشرده من میروم ز دنیا با پنجه فشرده من میروم نمرده روی برو دلم رو پر کردم زخر با روی برو
و دلم رو پر کردم زهر باب چون جامدم نکم پیر از جامعه کفن باب چون جامدم نکم پیر از جامعه کفن استاد که در قطار دیگر مردان هنر، دیگر استادان یک شخصیت بودند، گویا شاه ستون بودند برای صنعت موسیقی مردمی ما. واقعا شاه اثرها را انتخاب میکردند از بین همون متنها، از بین شعرها، غزلها. بیشتر از متن هم کلاسیکی و هم معاصر استفاده میکردند. و این سروده که حالا قرائت کردید واقعا یک مضمون بلند دارد، شعر خیلی زیبا است و ما میتوانیم از سرودهایی که استاد ظفر ناظم سرودند نه تنها حلاوت بریم بلکه پند و نصیحت نیز برای خود بگیریم، بیاموزیم. بله. چون سرودهای نصیحتی خیلی زیاد دارند. خیلی غزلیاتی زیاد سرایده است. مثلا از بیدیل یک وقت من گفتم استاد من از بیدیل یک چیز تیار کرده ایستادم. بعد گفت که بیدیل میفهمی؟ من گفتم که نه. گفت که نفهمی وای کاردار نشه. گفت یعنی جوان بودید هنوز؟ جوان بودم. بیدیل اصلا سخنش به حد بلند است. بله. بعد بیدیل هر کس به همون طرز خودش، به همون عقل ذکاوت خودش میفهمه. وای چندین غزلای بیدیل خواندگی بود. انا پیش همون شخصیتای بودن در جمهوری که بیدیل شناسا بودن. ظفر اینا رو میدونست. پیش اونا رفته تحلیل میکرد. یعنی مسئولیت احساس میکرد. مسئولیت احساس میکرد و میفهمید همون معنی همون غزل از و یا تحلیل کرده میدادنش که همین غزل در همین موضوع صحبت میکنه. و همین گونه نیز باشد، یعنی آوازخوان باید بداند که چی گفته ایستاده است قبلا. و هرگاهی که به استاد ظفر ناظم سوال میکردند که متن باید بالاتر ایستد، با حشمت باشد و یا آهنگ، جواب میدادند که هر دوش باید بزرگ باشد و تنها در همین مورد سرود بزرگ می شود و می تواند سالهای سال گوشنواز باشد. باید همون غزل چیزی که مثلا آهنگ بسته می شود، یکم که معنی اون فهمیدن در کار، دوم که هر یک غزل، هر یک بیت همون یک آهنگ خودش دارد. اگه اونا حس کردن در کار همین چیزا، وقتی به اون این چیزا میرسی آهنگ خوب پیدا می شود. و اینا باز به مردم رساندن در کار، طرز رساندن در کار که مردم اینا قبول کنه. وقتی که مردم قبول نکرد او جای خچه افتگی نیست. یعنی در آن آهنگ، در آن آواز، در آن شعر نباید نقصان باشد. نقصان باید نباشه. بله. درست. در همین سرود ظفر، آهنگ ظفر به نقصانه، به آلایشه، به دل هر یک شنونده راه می‌یابد. بعد بسیار ساده است. فهمه است. عامه فهمه. در بابت همین توجه جوانان به ایجاد ظفر ناظم شما چگونه بها میدید؟ چون میگردید محفل به محفل، میبینید جوانان رو، یعنی پیگیری میکنند همین ایجادیات استاد رو. هنرمندان خیلی زیادی هستند که پیروی ظفر میکنند. حوصله دارند. سرود ظفر را میخوانند، با آهنگ وی میخوانند. هنرمندان کسبی سرود وی میخوانند. مثلا بابا جان عزیزوف سبک و اسلوب ظفر را میخواند. غزلیات زیاد، سرودای زیاد در انمی گنجوری فرهنگ تاجیک از بابا جان عزیزم باقی مانده است. یعنی نوابسته از آن که مثلا در رویه ظفر میروند باید که اندیشه خود را داشته باشند، سبک خود را داشته باشند تا اینکه خود را یابند. موقع خود تو همون خود یافتن یک هستند. به جوانای امروز هستند که رویه امون ظفر ناظم سرود میخوانند. من بسیار میدونم، بسیار میبینم. و خودی فرزند استاد نیست همین گونه از آن جمله هم جاویدان که همون عیناً نسخه است. و باز کدام سرود را میسراید برای بیننده؟ خب یک سرودی چون بگیتی هر چی می آید روان خواهد گذشت. گرچه 12 سال است که دیگر استاد
ایجاد نو ندارند، ولی خوشبختانه میبینیم که شماره شنوندگانش، مخلصانش بیشتر میشود و کم نی. و باور داریم که این برنامه نیز خاطر استاد را شاد گردانید، اینچنین خاطر بیننده را نیست، مخلصان استاد را نیست. و با همین سرود نوبتی ما برنامه خاطره ها را جنبست میکنیم. دوستان عزیز، برایتان یک شام پر از فیض را تمنا داریم. بگیتی هرچی می آید روان خواهد گذشت، خارمان کس کو نکنم از جهان خواهد گذشت. چون بگیتی هرچی می آید روان خواهد گذشت، خارمان کس کو نکنم از جهان خواهد گذشت. ناوک گردان چه آید بر همه نظاره کن، ناوک گردان چه آید بر همه نظاره کن. کس کیان بگذشت تا نیز از کیان خواهد گذشت، کس کیان بگذشت تا نیز از کیان خواهد گذشت. گریزم از جفای آسمان و چون عاقبت، سیل که از بام آید اندر رادان خواهد گذشت. غافلان گویند عمر ماست چون کویگران، غافلان گویند عمر ماست چون کویگران. وای بر کوی که چون روان خواهد گذشت، وای بر کوهی که چون بادی روان خواهد گذشت. گر جوان گر پیر ما نیز بگذریم از این جهان، بس که بر بالای ما پیر جوان خواهد گذشت. خسروا بیستون متاع از دکان روزگار، خسروا بیستون متاع از دکان روزگار. که این حیات عمر تا کی رایگان خواهد گذشت، که این حیات عمر تا کی رایگان خواهد گذشت. چون بگیتی هرچی می آید روان خواهد گذشت، خرمان کس کو نکنم از جهان خواهد گذشت، خرمان کس کو نکنم از جهان خواهد